با معرفی بگیرن. تا آمدن ایشان صلوات بفرستیم. دسترسی زنان به عدالت است، دسترسی زنان در پروسه های سیاسی است، دسترسی زنان به تعلیم و تربیت است، دسترسی زنان به صحت است، دسترسی زنان به معارف است و همچنان برنامه‌های دیگر که اینا دسترسی زنان در روند سال است که یکی از برنامه‌های ما امین روز تدبیر یک روزه کنفرانس است که شما تشریف آوردین. البته تقریبا 270,000 عضو داره و 370 نهاد جامعه مدنی در دفتر مشارکت ثبت راجستر است که در 34 ولایت اینا فعالیت دارند و مقاصدش تشکیل ساختارهای صاحبی و متشکل از نهادهای جامعه مدنی. نهایت عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب در قدم اول من تشکر میکنم از جناب رئیس صاحب که وقتا در مسائل اجتماعی با وجود چالش‌ها و مشکلاتی که در غزنی وجود داره برنامه‌های بسیار مبتکرانه مخصوصا در راستای سال عدالت خواهی، دادخواهی برای خانم‌ها، منع خشونت و بخش‌های مختلف را که ما تعقیب میکنیم برنامه‌های داره، از قبل هم داشتن و فعلا هم دارن و از جمله این برنامه سال هست که در تمام ولایات از طریق اداره مشارکت تدبیر یافته و چند روز بر من سوال بود که چرا ما در غزنی برنامه را نداریم. فکر میکنم این نظر رو تقسیم اوقات بود که ترتیب کرده بودن و امروز خوشبختانه هم زنای در دیده و رنگ دیده غزنی را در برنامه صلح و دیدگاهشان در مورد صلح به گوش جهانیان و به گوش دولت مرکزی و به گوش مخالفین دولت افغانستان برسانیم. در طبیعت سال یک نیاز است، تمام مردم افغانستان به سال نیاز داره و مخصوصا خانم‌ها که همیشه قربانی جنگ بودن. در هر حالی که در شرایط امنیتی مشکلات وجود می داشته باشه و جنگ می باشه، شرایط ناامن، قربانی اگر برادر شهید میشه، اگر پدر شهید میشه، اگر شوهر شهید میشه، ضربه اصلی و اساسی و قربانی اصلی از زنها و خانم‌ها است. بنابراین نسبت به تمام اقشار جامعه خانم‌ها آسیب پذیرتر هستند در شرایط ناامنی و بدامنی و جنگ. به همین خاطر تقاضا و تشنگیشان به خاطر به میان آمدن صلح و ایجاد فراموری سهولت‌ها و کمپاین به خاطر پیشبرد روند صلح